با عرض سلام خدمت همه همراهان مجموعه فارکس بیس. تو این قسمت با شما همراه هستم با آموزش تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت PZ پیوت پوینت برای متاتریدر 4 و 5. خب این اندیکاتور که ما اون رو روی سایت قرار دادیم هم برای متاتریدر 4 و هم برای متاتریدر 5، یکی از قوی ترین اندیکاتورهای نمایش پیوت پوینت برای متاتریدر که به صورت رایگان توی سایت قرار داده شده و شما میتونید از لینکی که زیر همین ویدیو قرار میدیم هم برای متاتریدر 5 و هم برای متاتریدر 4 اون رو دانلود و استفاده بکنید. با توجه به اینکه تنظیمات و نمای کلی هر دو اندیکاتور در واقع برای متاتریدر 4 و 5 یکی هست، من میام و اون رو روی متاتریدر 4 به شما نشون میدم و متاتریدر 5 هم همونه، یعنی هیچ تفاوتی نداره و دقیقاً مثل متاتریدر 4 هستش. در ادامه با من همراه باشید. در ابتدا من اندیکاتور رو اجرا میکنم، از سربرگ اینسرت اندیکاتورها رو میارم و PZ پیوت پوینت رو انتخاب میکنم. حالا وارد سربرگ کامان میشیم و تیک این گزینه رو مثل همیشه فعال میکنیم. بعد وارد سربرگ اینپوت میشیم. تنظیمات اندیکاتور اینجا قرار گرفته. قسمت اول تنظیمات مربوط هست به نحوه محاسبه خط پیوت پوینت یا همون خط مرکزی ما. در حالت دیفالت های به علاوه لو به علاوه کلوز میشه، تقسیم بر 3 میشه، اما روش های دیگه هم وجود داره که این روش مرسوم‌تره و معمولا از این روش استفاده میشه. قسمت بعدی مربوط هستش به نحوه نشون دادن خطوط حمایت و مقاومت یا نحوه اندازه‌گیری خطوط حمایت و مقاومت. 3 تا روش داره: کلاسیک، وودی و کاماریلا، که از روش وودی کمتر استفاده میشه، بیشتر کلاسیک و کاماریلا استفاده میشه. توی در واقع کلاسیک و وودی فاصله بین خطوط یه خورده بیشتره و در کاماریلا این فاصله کمتره، فاصله بین خطوط حمایت و مقاومت. خب من اینجا هم کلاسیک رو انتخاب میکنم. قسمت بعدی مربوط هست به تایم فریم پیوت پوینت ما. در حالت دیفالت روی 1 روز یا روزانه قرار داره، اما شما میتونید این رو تغییر بدید. با توجه به تنظیماتی که اینجا انجام میدید، مثلا این رو روی روزانه قرار بدید، این فرمول اجرا میشه، یعنی میاد روز قبل های، لو و کلوزش رو به فرمول میده، به اندیکاتور میده و تقسیم بر 3 میشه و اون پیوت پوینت امروز نمایش داده میشه، یعنی از کندل روز قبل استفاده میشه. خب بهتره که این تایم فریم رو هرچی تایم فریم بالاتر باشه بهتر، یعنی دیلی باشه، ویکلی باشه یا مانسلی باشه، و تایم فریم های پایینتر ارزش و اعتبار کمتری خطوطشون داره. قسمت بعد مربوط هست به نمایش یا عدم نمایش میت پوینت ها. میت پوینت ها همون خطوطی هستند که بین خطوط حمایت و مقاومت اصلی و در 50% نمایش داده میشه. قسمت بعدی مربوط هست به در واقع لیبل ها. اگر شما میخواید لیبل روی خطوطتون باشه، ترو رو اینجا انتخاب میکنید و اگر نمیخواید که باشه، فالس رو انتخاب میکنید. خب من میخوام باشه، پس ترو رو انتخاب میکنم. اینجا مربوط به رنگ لیبل ها هستش. رنگ خطوط حمایت قرمز، در واقع رنگ لیبلشون، نه خود خطوط، و الی آخر. این هم مربوط به رنگ لیبل ها و اینجا هم فونت لیبل هاست که روی 8 قرار داره. من این رو تغییر نمیدم. حالا اگر بخوایم رنگ خطوط رو عوض کنیم، وارد سربرگ کالرز میشیم. در اینجا خطوط حمایت رو با آبی نمایش میده و خطوط مقاومت رو با قرمز نمایش میده. خط پیوت پوینت یا اون خط مرکزی ما رو هم با نقره‌ای به صورت دیفالت نمایش میده. من چون بک‌گراندم سفیده، این رو میام و مشکی میکنم،
لیبلش رو هم مشکی میکنم و اندیکاتور رو میندازم روی چارت خودم. خب بعد از اجرای اندیکاتور یه سری خطوط به ما میده. در تایم فریم 15 دقیقه هستیم، اما پیوت پوینت ما روزانه هست، یعنی این روز که شروع شده خطوط پیوت پوینت هم تغییر کرده و دیگه در طول روز تغییری نمیکنه در طول یک روز، اما روز بعد باز بر اساس در واقع حرکتی که امروز داشته تغییر میکنه. مثلا ببینید این روز قبل ما یه حرکت بسیار زیادی داشته طلا و بنابراین خطوط پیوت پوینت هم از همدیگه دورترن، اما روز قبل ترش که طلا رنج زده و فاصله بین این در واقع های و کلوز و اوپن خیلی زیاد نبوده، این خطوط پیوت پوینت ما هم به همدیگه نزدیکتر هستن. خب این نوع کلاسیکه که مشاهده میکنید خطوطی خورده از هم دورن. بریم و نوع کاماریلا رو ببینیم. خب اینجا میبینید خطوط خیلی به هم دیگه نزدیک شدن و احتمال برخورد به این خطوط بیشتره و میبینید نحوه برخورد و جواب قیمت به این خطوط رو هم مشاهده میکنید. نوع وودی هم تقریبا شبیه کلاسیک هست. حالا اینم انتخاب بکنیم و نمایشش بدیم. میبینید که فاصله خطوط از همدیگه زیاده. خب بیایم فرمول رو عوض کنیم، مثلا این رو اوپن قرار بدیم. میبینید که اندیکاتور و در واقع پیوت پوینت ما تغییر کرد و خطوط هم جابجا شدن. به هر طریقی که دوست داشتین میتونید این اندیکاتور رو در واقع شخصی سازی بکنید و ازش استفاده بکنید، اما همون تنظیماتی که گفتم، در واقع این تنظیمات های به علاوه لو به علاوه کلوز تقسیم بر 3 و نوع کلاسیک یا کاماریلا بیشتر مرسوم هستند و بیشتر از اینها در واقع استفاده میشه. خب امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشید. حتما از لینکی که قرار میدیم این اندیکاتور رو دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. امیدوارم که موفق و پرسود باشید. خدا نگهدارتون.